قهوه خونه، بودو بریم بسازیم. اینم از قهوه خونه. واسه چراغ متحرک گذاشتم اینجوری چراغش رنگش عوض بشه، 4 تا دورشه. اینجا هم داخلش یه صندلی داره. این در میتونید باز کنیم، یعنی بریم داخل. یخچال و انواع گاز و اینجا هم. اگه بیشتر دوست داری اینو ببینی ساب کن، بعدیرم تو بذار.